سرخط خبرها: دریافت و انتقال جسد بهرنورد تاجیک بعد از 84 سال به تاجیکستان. منع زنگ‌های تلفنی از خارجه، بحث یک طرح نو در روسیه. و فرهنگ سمانک‌پزی به فهرست میراث جهانی وارد شد. سلام بینندگان عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی با من رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 11 دکبر. فرهنگ سمانک‌پزی به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو وارد کرده شد. به اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، فرهنگ سمانک‌پزی را روز 10 دکبر در جلسه 20 کمیته بین حکومتی میراث فرهنگی غیرمادی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در شهر دهلی نوی هند شامل این فهرست کردند. بخش فرهنگ سمانک‌پزی از جانب کمیسیون ملی تاجیکستان در مورد کارهای یونسکو تهیه گردیده سال 2023 به بررسی این سازمان پیشنهاد شده بود. پیشتر از این یادگاری‌های میراث فرهنگی خوتل قدیم به فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد وارد گردیده بود. یادگاری طبیعی باغ ملی تاجیکستان، شهر باستانی سرازم، اینچنین موسیقی ملی شش مقام، جشن نوروز بین‌المللی، طعام ملی آش پلو و چکن، صنعت زردوزی در تاجیکستان از جمله دیگر میراث فرهنگی مردم تاجیک به شمار می‌روند که از سوی یونسکو به فهرست میراث جهانی بشریت وارد گردیدند. جسد یک بهرنورد ارتش سرخ از تاجیکستان که سال 1941 از سیواستوپل دفاع کرده بود به وطن برگردانده شده است. در این باره گوبرناتور سیواستوپل میخائیل رزوژایف در تلگرام کانال خود خبر داده نوشته است که روزی سفر نوزیموف سال تولدش 1917 بوده از 7 نوامبر 1941 بی‌درک بوده است. گروه جستجوی خویشاوندان این مرد را یافته جسد را به تاجیکستان انتقال دادند. معلوم شده است که برادر نوزیموف بعد از بی‌درک شدنش مستقلانه او را می‌جسته است. به اطلاع منبع جسد او را همراه یک نفر دیگر در نزدیکی دهه ایوو در کریم پیدا کردند. شخصیت او از مدل که زیر خاک ویران نشده بود معین کرده شده است. این جنگاور تاجیکستانی ماه نوامبر سال 1941 هنگام حمله به سیواستوپل به هلاکت رسیده است. همکنون بعد از 84 سال قهرمانی کشته شده را در شهر وحدت که نزدیکانش در آنجا زندگی دارند به خاک می‌سپارند. در روسیه پیشنهادی را بررسی دارند که به زنگ‌های تلفنی از خارج پیوند می‌گیرد. مقامات این کشور گفتند هدف حمایت شهروندان از قلاب تلفنی است. اگر این پیشنهاد قبول شود در روسیه می‌توانند به رضایت مشتری تماس‌ها را از خارج منع کنند. در این باره رئیس دستگاه حکومت روسیه دمیتری گریگورینکو خبر داد. او گفته است پیشنهاد از 20 بند عبارت بوده. این طرح هم معنی قبول زنگ‌های خارجی و هم جاری کردن سیم کارت‌های کودکانه را پیش بینی می‌کند. خبرگزاری رسمی تاس به نقل از گریگورینکو نوشته است چنین تشبث برای استحصال کمتر سیم کارت‌ها سبب می‌شود چون قلابان از آنها برای نقد کردن پول‌های دزدیده شده زیاد استفاده می‌کنند. چنین محدودیت می‌تواند به تماس‌ها از خارج و تلفن مهاجران کوری در روسیه نیز تاثیر رسانند چون که معاشرت آنها با وطن و بیرون از آن زیر نظارت بیشتر گرفته می‌شود. در بیشتر دستگاه‌های خصوصی را که صفت هوا را می‌سنجد به طور عمومی برمی‌چینند. مسئولین وزارت محیط زیست میگویند این چنگ‌ها از سنجش نگذشتند و اصرار دارند که تنها آب و هواشناسان دولتی می‌توانند معلومات دقیق درباره افلاس‌شوی هوا را پیشنهاد کنند. اما کارشناسان باور دارند که این مقامات با این راه می‌خواهند مشکل آلودگی هوا را در کشور پنهان دارند. منارجب یوسفی گزارش می‌دهد. این وبسایت معروف IQ Air است و صفت هوا را در گوشه‌های گوناگون جهان بازگو می‌کند. معلومات از دستگاه‌های گرفته می‌شود که آنها را یا حکومت و یا شهروندان نصب کرده‌اند. هر قدر دستگاه‌ها زیاد باشد، معلومات همان اندازه دقیق‌تر خواهد بود. درست نصب کردن آنها نیز بسیار مهم است. فعلا IQ Air معلومات را درباره شهر بیشکک تنها از 6 دستگاه می‌گیرد. معلوم نیست شماره دستگاه‌ها در گذشته چقدر بوده است، اما در چند سال اخیر تعداد آنها را кам کردند. Там варьируется от вот этих датчиков, да? یعنی نتیجه ها از کار دستگاه ها وابسته است. همین خیل
به نظر من در اون پلتفرمی که حالا آنها فعالند معلومات دقیق نمیدهند. وزارت ذخیره‌های طبیعی در این سمت کار میکند. اگر مقامات 6 دستگاه باقی مانده را نیز برچینند، بیشکک دیگر در وبسایت ایکیو ایر دیدن نخواهد شد. در وزارت ذخیره‌های طبیعی به ساکنان توصیه دادند که معلومات را درباره پاکیزگی یا آلودگی هوا تنها از وبسایت قرغیزگیدرومت بینند. فعلا در آنجا معلومات تنها از 4 دستگاه گرفته می شود. ماریا کالسنیکووا، کارشناس از سازمان موو گرین، میگوید هرچند قرغیزگیدرومت معلوماتی باوربخش دارد، مشکل در آن است که سامانه تنها معلومات عمومی یک روز را نشان می‌دهد. از این رو بعضی وقت سطح افلاس شوی میتواند بسیار بالا باشد و این یک چیز مقرری است. ما باید این را درست درک کنیم. این دستگاه ها به ما یاری میکنند که سری وقت چاره اندیشیم. اگر ببینیم که شام هوا آلوده است، تیره‌ها ها را میبندیم، در بیرون مشق نمیکنیم و یا در کوچه نمیدویم. یعنی برای چنین حالت ها راههای گوناگون عمل وجود دارد و این یک حالت مقرری به حساب میرود. برای استفاده دستگاه‌های خصوصی ضرور است که آنها در قرغیز استاندارد ثبت کرده شوند. با وجود این فعالان زیست محیطی میگویند که این کار غیر امکان است، زیرا در قرغیزستان برای چنین سنجش‌ها آزمایشگاه مخصوص نیست. با گفته کالسنیکووا چند سال پیش آنها توانستند دستگاه‌های استحصال قزاقستان را در آزمایشگاه اتحاد اقتصادی اوراسیا ثبت کنند، اما با آنها در قرغیزستان حجت گرفتن نتوانستند. لاورا مالیکووا، رئیس انجمن اکلاک‌های تجربوی قزاقستان میگوید در کشور آنها نیز باید حجت قزگیدرومت را گرفت، ولی در این کشور مانع استفاده دستگاه‌های خصوصی برای معلوم کردن صفت هوا وجود ندارد. در این مسئله باید به سازمان‌های جامعه شهروندی، تشکیلات غیر دولتی و نهادهای علمی اجازه داده شود که دستگاه‌های چینک آلودگی هوای خود را نصب کنند. البته معلوماتی که این دستگاه‌ها می‌دهند شاید به حسابات رسمی قرغیزگیدرومت یا دیگر نهادهای دولتی وارد نشود، اما محض نگاه داشتن این خط نازک بسیار مهم است تا این روند به شکل اداره‌کنی توتالیتری یا مبارزه با خود دستگاه‌ها تبدیل نیابد. پژوهشگر شامل ابراهیموف از دانشگاه تکنولوژی ماساچوست بران است که سنجش دستگاهی معلوم کردن صفت هوا خصوصیت سیاسی دارد. با گفته وی هر قدر این دستگاه بیشتر باشد حالت واقعی دقیق تر می شود. ابراهیموف اعتراف می کند که احتمال بعضی از دستگاه ها نادرست نصب شدند و شاید معلومات کاملا دقیق ندهند، اما با گفته وی محض همین تحلیل یعنی جمع آوری از منبع‌های گوناگون معلومات میانه گرفتن است. متخصص تاکید می کند که مردم علاقه خوب می دانند که شهر چه مشکل دارد. نبودن معلومات معنای نبودن مشکل را ندارد. همین که ما با جمع آوری معلومات درباره افلاس شوی هوا آغاز کردیم، بیشکک به صدر رویخط شهرهای دارای هوای از همه افلاس برآمد. این به داغ روز تبدیل یافت و همچون سیاست بدنامسازی کشور فهمیده شد. جای مبارزه با مشکلات راهی به درد سرد را پیش گرفتند. آنها تمام دستگاه‌ها را برچیدند و گویا مشکل هم از بین رفت، اما مشکل همانا باقی است. Убрали все эти датчики, да, и таким образом отменили якобы проблему, хотя проблема никуда не делась. کارشناسان میگویند که مبارزه با دستگاه‌های هواسنجی در مرکز قرغیزستان مبارزه با آلوده شوی هوا نبوده، بیشتر رویپوش کردن مشکل جدی است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. از 10 دکامبر نوجوانان زیر 16 ساله در استرالیا دیگر اجازه داشتن حساب یا اکاونت در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و تیک تاک را نخواهند داشت. نخست وزیر استرالیا آنتونی آلبانیزی در یک پیام ویدیویی گفت این قانون برای حفاظت از فشارهای دنیای مجازی روی نوجوانان قبول شده است. بر اساس قانون نو، شبکه‌های اجتماعی وظیفه دارند کاربران زیر 16 ساله را شناسایی و حذف کنند و در غیر این صورت با جریمه‌های وزین روبرو خواهند شد. آلبانیزی از نوجوانان خواست در تعطیل تابستانه وقت خود را کمتر در تلفن‌های موبیلی و بیشتر با خانواده، دوستان و فعالیت‌های حضوری بگذرانند. او در پیام ویدیویی که نشر کرد گفته است
این تصمیم به فایده نوجوانان است و افزوده است که ورزش نو را شروع کنید، موسیقی نو یاد بگیرید یا آن کتابی را بخونید که مدتی است روی رفیق کتابگذاری مانده اید. چون همیشه در این بخش برنامه از مهمترین تحولات تاریخی برای روز 11 دکبر خبر می‌دهیم. 11 декабри соли 1946 дар назди Созмони Милали Муттаҳид бунёди изтирории кӯмак ба кӯдакон таъсис шуд ки ҳадафаш ёрӣ ба ноболиғоне аз ҷанги дуюми ҷаҳон зарардида гуфта мешуд. дар солҳои баъди ин идора ба ташкилоти бонуфузе табдил шуд ки таъмини ҳуқуқи кӯдаконро дар сатҳи ҳукуматҳои узви Созмони Милали Муттаҳид ба ӯҳда гирифт. дар Тоҷикистон ҳам бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид аз нашри китоб сар карда то ҳимояти ҳуқуқи фарзандони муҳоҷирон барномаҳои фаровонеро роҳандозӣ мекунад. 11 декабри соли 1994 бо қарори президент Борис Елтсин Русия ба қаламрави Чеченистон як ҷумҳурии мусалмоннишини шӯришиаш нерӯ даровард ва ҷанги аввал то соли 1996 давом кард. ҳадафи ҷудоии талабон ба раҳбарии президенти Чеченистон Ҷавҳар Дудаев ҷудо шудан аз Русия ва ҳадафи Москав барқарор кардани қонунҳои ҳукумати федералӣ дар ин ҷумҳурии Қавқози Шимолӣ буд. Москав бори дуюм соли 1999 ба ин ҷумҳурии саркаш нерӯ даровард ва давоми 10 сол бо шӯришиёну мухолифон ҷангид. аз соли 1992 ҳар сол бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 11 декабр рӯзи байналмилалии кӯҳ таҷлил мешавад. Кӯҳро сарвати табиие меноманд ки захираҳои ғании биологӣ мисли обу ғизо дорад ва ба ҳамин хотир ба бовари фаъолон бояд ҳифзу нигаҳдорӣ шавад. 93% қаламрави Тоҷикистон кӯҳистон аст ва қисми зиёди сокинонаш дар минтақаҳои кӯҳӣ зиндагӣ мекунанд. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 118 سومانی، 100 یورو به 1074 سومانی و 100 دلار 923 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.